بینندگان عزیز، علی جان علیف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی TM کالج میباشم. این از ما درس دهمی خود را شروع کردیم. امروز ما درباره پدیده اس با شما معلومات میدیم. پدیده اس در زبان تاجیکی چی رول را میبودد؟ ما در زبان تاجیکی پدیده اس را به مثل بندک اضافی ای استفاده میبریم. مثلا میگوییم که خانه لالا، ماشین امام‌الدین، پدری بلال. در آخری اسم ما حرفی ای یا اینکه در آخری نام ما حرفی ای اضافه میکنیم. این چنین پدیده اس ما در آخری اسم و یا در آخری خب نام استفاده میبریم و همون چیز با همون آدم تعلق دارد. مثال we use possessive s after nouns and names. ما استفاده میبریم possessive s رو بعد از اسمها یا بعد از نام. مثال Lola's husband is a doctor. اینجا نگاه میکنیم لولا نام انسان. Lola's husband شوهر. شوهری لولا دختر است. شوهری لولا دختر است. اینجا possessive s با مثل بندک اضافی ای آمد. Lola's husband is a doctor. Lola's brother is a bus driver. Lola's sister is a teacher. یعنی خواهری لولا معلم است. خواهری دادری لولا راننده است و مثل بندک اضافی ای. امام‌الدین's car is BMW. Imamudin's brother is a teacher. Imamudin's father is a doctor. پدر امام‌الدین دکتر است. ماشین امام‌الدین BMW است. Ali's brother is a teacher. برادر علی معلم است. Ali's father is a doctor. پدر علی دکتر است. بعد از اسمها، اینجا بعد از نامها بود و اینجا بعد از اسمها. My friend's name is Ali. My friend's name is Ali. نام دوستی من علی است. My brother's house is small. خانه برادر من خرد است. My neighbor's garden is beautiful. باغ دوستی من زیبا است. My brother's car is Mercedes. ماشین برادر من مرسدس است. My brother's house is big. خانه برادر من کلان است و دیگر جمله ها. از همه راهی آسان استفاده نشان دادن یگان اشیا به یگان کس تعلق داشتنش با راه possessive s استفاده برده می شود. possessive s را شما میتونید بعد از نام و یا بعد از اسم همراه کنید به مثل لولاز، بلالز، امام‌الدینز، علیز. خب بعد از آن همون اشیا. Lola's brother is a teacher. برادری لولا معلم است. این بود در جمله های خب پوزیتیو و ما میتونیم اینها رو در جمله های نگاتیو نیز استفاده بریم. مثال در جمله های انکاری ما میتونیم possessive s رو استفاده بریم و مثل علیز خانه علی کلان نیست. علیز house is not big. خانه علی کلان نیست. Ali's house is not big. Bilal's پدر بلال دختر نیست. Bilal's father is not a doctor. Lola's husband is not a teacher. شوهری لولا معلم نیست و دیگر جمله ها. شما میتونید بگید که خب my brother's car is not BMW. My sister's husband is not a teacher. My brother's house is not big. My father's car is not Mercedes. ماشین پدری من مرسدس نیست. خانه برادر من بزرگ نیست و دیگر جمله ها. باز یک بار دیگر تکرار میکنیم. از همه راهی آسان نشان دادن یک اشیا به نفر تعلق دادن
با راه استفاده بردن پدیده اس می شود. بابا بودن رو فراموش نسازید، حتما در شبکه ما عبور شوید و در زیر کامنتار فکر و عقیده خود رو بنویسید.